خب دوستان، امروز جلسه اول آموزش رایگان جوشکاری آرگون رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. خیلی از دوستان قبل از این که جوشکاری آرگون رو بخوان شروع کنن، خب مد نظرشون اینه که بدونن چقدر هزینه باید بکنن و چه چیزایی برای جوشکاری آرگون نیاز دارن. یعنی اگر اینکه بخوان یه مغازه یا یک کارگاه کوچیک برای خودشون سر پا کنن، چه چیزایی نیاز دارن. ببینید، شما اگر بخواید جوشکاری رو به صورت نیمه حرفه‌ای شروع کنین، نیاز به یک دستگاه دیسی دارین که فقط بتونه براتون آهن، مس، برنج، چدن، برنز و استیل رو جوش بده. و با یک دستگاه دیسی 250 آمپر میتونین شما که تیگ بزنه و اینورتر باشه و تک‌فاز باشه، میتونین به راحتی این کار رو انجام بدین. اما اگر بخواید این کار رو به صورت حرفه‌ای شروع کنین، یعنی در کنار این فلزات بتونین فلز آلومینیوم هم جوش بدین، نیاز به یک دستگاه AC/DC 400 آمپر یا 250 آمپر فرق نمی‌کنه. به صورت حرفه‌ای این شغل رو شروع کنین، باید یک دستگاه 250 آمپر یا 400 آمپر AC/DC اینورتر برای خودتون تهیه کنید. اما برای اینکه شما جوشکاری آرگون رو به صورت حرفه‌ای شروع کنید، چه چیزایی نیاز دارین؟ اولین چیزی که شما نیاز دارین قطعاً یه دستگاه جوشکاری اینورتر 400 یا 250 آمپر AC/DC هستش. حالا بریم ببینیم این دستگاه چجوریه، چه شکلیه و چه کارایی داره. بریم. دستگاه جوشکاری AC/DC 250 آمپر، یعنی اینکه AC به چه معنیه، DC به چه معنیه. ببینید اینجا نوشته AC/DC. AC همون جوشکاری آلومینیوم هستش، یعنی اینکه وقتی که شما دستگاه رو تنظیم کردید روی AC، در واقع میتونی فقط باش فلز آلومینیوم رو جوشکاری کنی. اما گزینه بعدی ما DC هستش. وقتی که شما تنظیمات دستگاه رو بذاری روی DC، میتونی باهاش فلز استیل، کربن، مس، برنج، چدن، برنز و فلزات اینچنینی رو جوشکاری کنی. پس تا اینجا به این نتیجه میرسیم که اگر ما بخوایم شغل جوشکاری آرگون رو به صورت حرفه‌ای شروع کنیم، باید یک دستگاه جوشکاری اینورتر 250 آمپر یا 400 آمپر تهیه کنیم. خب تا اینجا متوجه شدیم که یکی از مهمترین ملزومات جوشکاری آرگون همین دستگاه اینورتر هستش که ما باید حتما تهیه کنیم. خب عزیزان علاقه‌مند به حرفه جوشکاری آرگون، جلسه اول آموزش رایگان جوشکاری آرگون اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، حتما زنگوله بغلش رو بزنید که به محض آپلود شدن ویدیوهای بعدی در جریان قرار بگیرید. خدا نگهدار، موفق باشید.